میدونستین مونالیزا مریض بود؟ مطمئنم این نقاشی رو همه حداقل یه بار تو زندگیشون دیدن، چون پربازدیدترین نقاشی در موزه لوور پاریسه و تئوری‌های زیادی هم در موردش وجود داره. اما مطمئنم این حقیقت رو در موردش نمیدونستین. چند وقت پیش مجله تایمز یک مقاله رو منتشر کرد و در اون گفتش که دکتری به نام مندیپ مهرا، اگه اسمشو درست بگم، تحقیقاتی روی این نقاشی انجام داده و متوجه شده که مونالیزا به بیماری تیروئید مبتلا بوده. خط رویش موهاش، مچ دست و انگشت‌های پف کرده، گردن باد کرده، رنگ بیش از حد زرد چهرهش، کجی معروف دهنش، همه نشونه‌هایی از بیماری تیروئید هستن. همچنین در این مقاله نوشته شده که در سال 1959 محقق‌ها اعلام کردند که مونالیزا احتمالاً باردار بوده، یا در سال 1992 محقق‌ها اعلام کرده بودند که احتمالاً اون دندون‌های جلوییشو از دست داده بوده، یا در سال 2010 پزشک‌ها اعلام کرده بودند که به خاطر چربی و پف زیر چشماش احتمالاً کلسترول بالایی داشته. بنابراین طبق این گزارشات لبخند مونالیزا یک لبخند تلخ و در واقع از روی دردهای خیلی زیادی بوده.